چند تا نکته مهم برای نگهداری زانفولیا. این گیاه وقتی توی شرایط رشدی خاصی قرار میگیره و به بلوغ میرسه یه گل میده که گلش هم اصلا قشنگ نیست. گل انرژی گیاهو میگیره، پس سریع تا گل داد حتما گلشو هست. موقع آبیاری خاکشو چک میکنی. انگشتتو تا 2 بند انگشت میکنی داخل خاک. اگه تو خاکش احساس خنکی هم کردی نباید بهش آب بدی. وقتی که دستتو کردی تو خاکش احساس خنکی نکردی و دیگه کامل خشک بود، تازه 4-5 روز بعد از این خشکی بهش آب بده. از اسفند تا پایان مهر ماهی یه بار با اسید هیومیک و 10-52-10 تقویتش کن. هر بار یکیشو بده، نه اینکه دوتاشو با هم قاطی کنی. در ضمن بدون زانفولیا گیاهی نیست که ماهیانه بخواد با قارچ کش آبیاری بشه. این گیاه مقاومه و خیلی دیر به دیر درگیر قارچ میشه. اگه ساقه و برگش داره زرد میشه یا داری